خب شادمان جماعت شهرک در بین هر دینا شادمان عباس حلال سمندر بیایید یک خالی کبود سایفی غلبه کرد رحمت همین گوشتی تاجیکی را همین مردک حلال کرد به نامش عبیدالله ناحیه پنج ای بچه کجا در اومدی همین مردک بوده عباسدین با حکم داور حلال مرحمت سالم شبگی دم بگیره بیاید پرتافتگی پهلوان با حکم داور حلال مرحمت این همی خیلی پهلوان انتظام باید داشته باشه پهلوان باید یکدیگر را حرمت کنه حلال که خط اسام الدین ناحیه پنج هر اون دتا کار نکشه رجان نمونده تا کار کنه ریسک اسمیستوکس بیاد از طرف دست چپی من محمد از فرخار در بین هر دی پهلوان ها یک کمپلیت کاری کرد خب پرتافتگی پهلوان اکا اینجا بیو ای بچه اینجا بیو خب پدران بزرگوار و برادران عزیز نوروز بین نهایه پنج اگجه باشه مرحمت بیایید با اختیار خود گوشش میدید دهن امکی را قصداق میدید بشید اکا پرتافتگی پهلوان با حکم داور حلال از ناحیه رودکی مرحمت کسی برامش میگیره او میگه قرغون تیپه بچه پنج از طرف دست چپی من رحمدین ناحیه کمرملکی دو درنگ دو غلبه دارد در بشینه دمون همونجا را بینه بشینه شما یک قالینی کار کلان بشینه همینجا بشینه شرف جان او رو نگاه نکه بگید اکا بناویش نمتب دو ایرد پرتافتگی پهلوان با حکم داور حلال اینجا بیا هر ده یک الکتریک پلیتکا مهمون قبول کرد از طرف دستی راستی من پرویز جان از شهر کولوب اولوغبک ناحیه رودکی هر چو درنگ شما در میدان هر چو جواب آمده کسا شما مرحمه ایشان شرجان قبول کن خب حکیمو شرف جون قبول کن خب چون بودی حسین خبادیان اولوغبک ناحیه رودکی در بین هر دی پهلوان ها یک از غالیبه در رودکی زاکر جان
غلبه کرده مرحمت سالم شد که این کبودیان رودکی در بنش یک غلبه داره ایست یک قولین هر دوست دارن همچون غالب در میدان مرحمت کسی که با وزنشو میگیرد در میدان میشینن میگیرن خب برای توفه خاطروی یا دو تا پرتافتگی دوار با حکمی اکه حسن حلال بیو که دو غلبه نازنین دارد از طرف دست چپی من رحمدین نخیائی تیمور ملیک دو تا غلبه دو غلبه یا درنگ دارد یک پیلساسی کاری کلون مرحمت دم بگیره میبروید تک پرتافتگی پهلوان با حکم شان شرفجان حلال انا میخوای گوشتی یک دیگر حرمت کرده از طرف دست راستی من میزروب نخیائی پنج از طرف دست شهر باختر اینجا بیا پهلوان اینجا بیش کرو نیولی خب اینجا بیو در بین هر دینو باختر نخیائی پنج یک قولین رجب علی با حکم داور پرتافتگیش حلال و افتخار مهمون یک کف گوبی شود خداوند دستاتون در نبینه در برش اومده است پیسته بیو خب نون تفراموش کرد سامان جان نخیائی پنج رجب علی شهر باختر در بین هر دی پهلوان ها دو تا غلبه داره مهمون تا نون پزک در بین هر دینو خدا اقبال تو دم بگی اکا بیو باید پرتافتگی پهلوان با حکم داور حلال از طرف دستی راستی من سلام الدین نخیائی قبودیان از طرف دست چپی من برابر عزیز مهمون عزیز این همی ایشان حضرت ندیده این همی گهزوری میندم عرکه این همی گهزوره بوده برش میزند از من ندروی خب مهراج جان اشراکچای جایزه داری بازی های آسیا یکم جا در آسیا با این مسابقه بوکس است از همه بلندترین آدمی جمهوری تاجیکستان است چند کرده چمپیونی در بین یاشاد از جهان است و افتخارش یک تفصیلی از شهری از شهر دنغره یک کفیلگه با اختفاری این همی شناخته در تلویزیون اگر کسی دیده باشش در رکلام ها دیده باشش این همی اکمه اکای صورتگیر بده یا صورتگیر قتیل بده این سبیا بدونن که ایشان حضرون باز دور هسته و میگه خداوند در تاجیکستان عزیز و محبوب بهشت آثار ما دائما صلح و صلاح یک دیگر فهمی مهر و محبت آسمان صاف و بیغبار دسترخوان پر از ناز و نعمت و خداوند در سر ملتی ما جناب عالی را نگهبان باشد و آخر دعوانا الله اکبر شما
شما انتظاریم در دستات جای خدا دستات درد نبیند. شعر جای بسیار یا شعر میگو وقتی شعر نه و گیوگرافیا میگذاریم. ما را همه مردمی پنج میگن، پنج زمین. همین کی میگه که معلومه گوش کنید فکر نکر باشه. کی میگه که همین دریای پنج، همین درازی دریای پنج چند خط بنوش از توفه 120 کیلومتر خطا 927 کیلومتر یک کارگومی اگجای ساخت میزه است نویت خداوند همه تو را همیخیر دونو کنه یا توفه خود را کنی 927 کیلومتر دریای پنج عبا دارد. از طرف دست چپی من سبحان الله از نویه پنج سبحان الله نویه قبودیان سه تا غلبه دارد. اکی نور حاجی بعد نخریالی سالم همونه سه تا غلبه دارد. حسن سعیدور بشینه. خب عبادت جان غلبه نازنین مرحمت بین مشکست میبرسیم. نویه بختر بحردین که چند غلبه داره؟ سه غلبه نازنین دارد به نامش آخین همی اکی میرزو ای نور همی در بگیره تمام بیو همی نور میگه بگیره. خب چین داری؟ میرزا ناحیه پنج در بین هر دینو یک قولی بره اینجا شمیاد میگیره چه جدیدی ای بچه این همی برادر آدمی این ناحیه رودکی علیم خان ناحیه پنج جماعت محور که 4 غلبه نازنین دارد. ای بچه امیر خان میگن مورا اکای ایسا خیلی اکای محمد ایسا که یک تا غلبه دارد یک دو تا غلبه دارد بخشیش یک تا از نوعی اشاده از قریب چند 6-7 تا گوه همه نمی ماشینا پری گوه گوسفند چیان مرحمت دیه وقت قرمش دیش از این مردم از میخیزن میره ویجور از طرف دست چپی من ایسا پهلوان شهری بختر در بین هر دی پهلوانو یک پیرستاش کار کلام گوی روها می شود. خدا هر چه اقبال بده. خب یک اجیر کار کلام یک تیفال اینو برم یاده باشد. چینه جوگه چینه خب از نوع این مردم خیلی پیشکی اکی نور محمد بچهش یک گوسفند که غالب شد بنوم این بچه بخشیگی شد. رحمت خداوند والیبال ما در جمهوری و در مقیاس بین المللی همه خیلی گوشتین داره آب رو بگیره. خوش آمده دوستی عزیز حق ایشان فراموش نکنید. خوش آمده خوش آمده دکه عبدالرحمن برادر عزیز اسم تنه میدونم الهام جان خوش آمده. خداوند همین اسبابات و شکسته نشوند. ایدی بیگ باتش پاسی چولینگو را بیا. ایدی بیگ در میدان است. مرحمت یک گوشتی خوب نشان داد. در نامش چیزی بهترین است. مهمونا باشید مرحمت بیاید سالمش نمیمونه. چون جان که یک درنگ دارد از طرف دستی چپی من اولوغ بیگ یک تا غلبه داره یک تا درنگ یک تا درنگ یک غلبه درنگ از نوعیه رودکی در بین هر دی خب از نومی حاجی
حاجی ذکر یک ادیان یا چی گفتی بود؟ یا ادیان لطیفان اینومی ایشان حضرت جان و اکای نور که ما در گوسپند سو مخته یک گوسپند نگر یک کاکوبی شنو سلامت باشه لیکی اگر یک دستگیری کنه یک کاکوبی شوه با شعر نشوه خوب نه بیاین اولوغ بیگ جان مرحمت بیا با میدونم اینجا اولوغ بیگ جان این استمه اینه دستمه اولوغ بیگ جان اینه روشنو مرحمت با میدون بیا امام علی مرحمت با میدان امام علی اومدی خب یک دقیقه دم بگیره حاجی هم جب شینی یک دقیقه جون بچه ها گرفتش هست چور پر یک پهلو علی عزیز پهلو نوحیه پنج از نام اکر حلو اتماس خیزه جان اکر حلو ای پروردگار خنخی دولت پوینده کنه اما پدر حاجی تکو خدا نگه دوره زمین نگنم هنی 3 روز گوشتی در 3 روز گوشتی تو زیاده 30,000 سنون دادگی خدا رنگ همی روح سب سفیدی رخته کنه اکبر ما شهر دوشنبه مهران سرطن و همه برای سرطن یک کفری شد سرطن نه ای روحلا به سرطن ای برای دوشنبه بابی مولا سرطن 400 در مرکب برنگ شد در نوی سلطان خب دوستان عزیز پرتافتگی سیدا ناحیه قبادیان حلال سالم شبیه کرد در مرکب ابراهیم سیتالگی خب سیتالگی ناحیه پنج یک غلبه نازنین دارد به نامش عبدالمجید نمونه سیتالگی محور شیرین خب دوستان عزیز از طرف دست راست من سهراب جان ناحیه شهر باختر که چند غلبه 2 غلبه دارد از طرف دست چپ من کراوتلو خب بچه های عزیز اشانی شرف جان خب با کی بود؟ سید علی خامی رسیه مهرافزان که اینجا در گوشتی های ما ننگ و ناموس ما و میورداش حاضر در مهاجرت مهنتی به نام سلطان پهلوان 100 سامان یک کمکیمی شما طرف دست چپی من سیدا ناحیه قبادیان در بین هر دو پهلوانان یک پیلاساس کار کلان یک کمپلیت دیگه دبایش گلوه نشود خدا مدد تو دوره بگیرید 40 سال خطی ایشانی حاجیدای خدا در یک برای همین ناحیه برق تشکیل کردن آباد کردن ناحیه را اکای فوزی رو پیسر شای از گزیت جمهوری فرج و افتخار برادر ما یک کفوبی دیگه تقربه دوره یا دیون
یک کمپلیت خدا نگه داره. این دارد این همین طبق دنوم شای همین سالین نمی دنوم شای کدوم مرده که ای دور نزدیک ای پهلوانه بیا چه شبت اعلان میکنیم پرتوفتگی سید دول بیا همین سید محمد بیم خیر همین میگن نوم سید محمد بگویه شوخی سید دول زبونم میتوه سید محمد ناحیه قبادیان 4 غلبه داره بنامش ایجا بیو چه میگیری علم خود داشت خب نامت انا بیا کشتی یک خاله کشتی مخبر بیا جرا من مهربان ناحیه پنج که 2 غلبه نازنین دارد با افتخار مهربان سید محمد ناحیه قبادیان که 3 غلبه نازنین دارد در بین هر دی پهلوانا یک مال میده با همه نازکیاش خدا اقبال شده الله اکبر مرحمت و همین رسول میگیریم اگر خدا غالبم کمت بعد تیمور میگیره چخیل فهمیده از طرف دست راست من غلام جان ناحیه قبادیان از طرف دست چپ من رسول جان از شهر دوشنبه که 3 غلبه نازنین دارد با افتخار رسول جان و 2 پهلوان یک گوسپند حصاری و همه نقطه و زنجیر بندش و یک خطه جمعش خطی کفکوبی شما خطی یعنی کفکوبی همی خیلی میشه واقعی خداوند هدایت کنه و دستاتو در نبینه مرحمت بدک نبیه به میدونه از نومی همین مردمی خیرخواه یک گوسپند ایشان ستون برا در میدون چی کرده میدونه و نامی اولوغ بک پهلوان یک شاه برزگاه مرحمت کسی که خواهش دارد بنامش بیاید بگیرد شیدد برای سوالش بیا ایران تو برای این هم نگاه که کشمری شما بگیرید یک دقیقه در بیرون دم میگیریم میام و کسی که بیاد گلدنومای میگیره هم خیلی فهمیدی تمام دم بگی بیو اکا ده همین محمد یوسف حرفی جخ شمدی هیچ کلام سخت کوئی دیجا بیو رکه بکر میجا بکر مهمونا دور و نزدیک بیا میگیره فهمیدی بچه پنج این مهمونا خطی میگیره آوی پنج میخره میگه بابی ایشون خطی مردمی پنج نمیگیره این خیری به یک کفکوبی شعبه اختاری مردم مهمونه دور نزدیک بیا میگیرن اولادی پهلوان همه برادر ایران نشوزن غلام جان ناحیه قبادیان محمد رسول شهر دوشنبه در بین ایران شدگی بود چی بود؟ یک گوسفند کار کلان یک سوتکه یک کمپلیت با یک دعای شما کفگوبی شما این چیزایی این مردم کو سه شب سه روز گوشتی میشن اکر دیر دلک شد بگی خونه خودت نیست خطی اسم شریفش حاجی به دست از شهر دوشنبه به افتخارش یک کفگوبی شود اول در میدان است اینت اینایی سالیم شد خب پهلوان که بیا با سالیم از چه میمونه احمد جان شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان خداوند تاجیکستان عزیزی ما را دائم همین خیل آباد و زیبا بگردونه یک کفکوبی شما به خاطر تاجیکستان عزیز رحمت اکا جواب داخل دوره اولی مقاطعه گابن دیفال ننشتی یک کفکوبی شما
خدا هر چه غالب گپ نه خوش آمدید. برآمد کردگی در بین معیوبان چمپیون ولایت شدگی خداوند اکرم محمد لایق پروردگار تنش ساعت بگردونه خدشه و یک دخترکی که داره خداوند حفظش کنه و همه مراد مقصدش برسونه. یک کاکو بگه جانب شما اکتفای چالجوشی اکرم محمد غالب رحمت میگه به همه تنسیحاتی میخوام. شما دکلوی در قدمات جانم شما دی مرحمت تو نگاه کنه در از آن جگه معیوب باشد فراموش نکنید که خدا در وقت زندگی ما باید مستحکم داریم. این همی تنسیحاتی ما شما کنیم برای برادر معیوب ما یک توفه از هزار همه سلامت با شخطوری دنم خداوند نگه دارد. شما همه خداوند همی سمندرکو همه دوستش که خداوند هم پهلانش کرده میگه با ویشان با اجرت خود میگیره. چی میگه شما؟ یا باش بچن امام علی نهیای پنج ترسک زنید تیمور از طرف دست چپی من دلر نهیای رودکی در بین هر دیانی پهلوان چخری گفتین یک شاه برزگو 115 متر بند یک میخی که اکای اوانگر کردگی های یک میخ یک خاطر جو یک کهدوبی های نمیشما حتی تاکی پالوان اونجا حلال های دیگه نگه نکن. خب خدا اقبال داره پهلوان نهیای پنج مرحمت اگر خدا بوزبرمش کرده باشش جوان ایار شد بیاید دبرش کسی نیست یک چیز خوبش میدونه حلال یک کفتوبی شما مرحمت در میدان کسی که میگیره در اموش پالی کنه دیگر نجاته او شک کرد نمیشه خیلی او گاهیب ده یکی سه غلبای نازنین دارد در بین هر دی پهلوانان یک گوسفند یک کمپلت یک تیفال یک کفگوبی شما خداوند هیچ کنه بابی مقسوم قدک تیز بیرو سعید بیگ نویا قوادیان در بین هر دیو یک گوسفند ایس بسته شما کجا یک گوسفند یک کمپلت یک دیو خدا با ایلوال بود الله اکبر مرحمت میدان مدره که میدان اتان ایستاد برید بارش بیا بچه های پنج پهلوان ها مرحمت کدومت هنر داری بیا که باید شیمون نشای مبلغ اجرای ملی یا یکون گپ خوب مرحمت بنامی حاجی یک آدم بیا چیزی کلامش میمونیم ببره پهلوان نهایت پنج مرحمت خبروازی سیمومی امام علی مهنرجب سبحان و دیگر آخی زبانم دیگر ببره مرحمت گوشتی بگیرید فرزند همین ناحیه فرزند همین جماعت نزراب جان یک کفتوبی شما بندگو
لیکن نه بند داره نه نقطه داره. اکه حاجی گوی جنگره های گوی نما اکه نور های یا شاخ شکستگی های نیمی دمش بریدگی های یا پشت کلته های خدا اختوار دو الله اکبر بدک نبی یه خنجه سه تا غلبه داره. این آواز سبیل مهمونا بیایید مرحمت مهمون آیت الله بجیم بچم خب دوستان عزیز با میدان دعوت کرده می شود پهلوانان ناحیه پنج سیدمونی یعنی همه ناحیه پنج اگر که ننگ ناموس داشته اشاری شرقالو میدان بیو اینجا بیشون بس چی جون حتی تاگه پهلوان یک پهلو اکا میردو اینجا با مخنم نگاه دارو اینجا بیو همیشه هم گناه دارا ندارا تمام ندارا نگیره بشین اینجا نگاه ببینشون یک دعای خیر میده اکا بخی بیا تمام پهلوانی خیلی نمیشود توقعی پهلوان به حجم داور حلو گوبی اکا دارای پنج این مردک سه تا غلبه داره چهار تا عبیدالله حاجی همین فکر منی میگو که یک جای کنده گرفته است ای خدا داده هم دونی ماشین پره یا قولین یا دخوفکه انا گپ دیگه هستی خب دوستان عزیز اکای تیمور جان بیا با میدان جان تگر اینجا بیا با نمو دادم میگه این همه برادر کرامت الله ما این همه وزن شبیه قد قامت شبیه رنگ سرش رنگی سر منه جان شهر دوشنبه حلال سالم شد بگیره بابا کسی میکنه برای بگیره خب در از طرف دست چپ من ایسا ناحیه‌ای شهر باختر از طرف دست چپ من کرامت الله شهر خب در بین هر دو پهلوانان خب گوش کنه این نوشته بچه پرتافتگی حلال دیگه نگاش نکه که اصلا حلال سلامت باشید نبره پهلوانو ندبه بهش مگوشتگی خب 10 تا اوج منی 20 تا اوج منی یکم یکم جا یک گوستان نشده کسی گوری بید پرتافتگی حلال سه بر حلال دستی راستی من چپی من رستم ناحیه پنج در بین هر دو پهلوانان یک تلویزیون زیبا منظری پایتخت ما دوشنبه این مرحمت هر 16 میدانن کسی که طلبگار بیاد چیزی خوبش میمونه
هر دی پهلوان یک پهلو بخیزی. خب برادر عزیزی که نامش کرده میگه از شهری افسانوی دوبای هم برادر مهمون انتظار کرد. مرحمت از پس چی مهمون بدست. خب سبحان الله ناحیه پنج در بین هر دی پهلوانا پرتافتگی پهلوان با حکم داور حلال. بیا پهلوان جان شما یه بچه شما خیلی پیش پهلوان بود. فاروق جان شهر دوشنبه 3 غلبه دارد. پرخورم انا که برای امی حیلش بنوش سمندر ناحیه 5 یک افگوبی نوم تگبزم امین جان ناحیه فرخور یکم دوشونه حاجی. تیمور تمام دیگه سمومی از طرف دست چپی من ایسو ناحیه 5 ناحیه رودکی شهر باختر که بحردین ناحیه جلالدین بلخی. در نام هر دینا فن یک کمپلک یک قالبی کار کلان باید روان میشه. خدای گفت رو بریم ما اول یک گوشتی برادر بکنیم. خب عبیدالله که 5 غلبه نازنین دارد غالبیت به عبیدالله میگه که بوبهشان یک دم میگیرم با خواهش خون ختمی هم میگیرم. ما بعد 3 نفر دیگه حقوقی مجبور کردن نداریم. برگم نبرو در میدان بسر چی در جاده بگیرم میرسد. فاروقی دیده مرحمت یک پهلو پرتافتگی پهلوان حکیم میدان پرتافتگی امام علی با حکم داور حلال یک افزوبی شما. مرحمت دمومش وزن شبینه قامت شبینه. خب شما یک دم اتش کنجون یک دم گیره با تو نوزیگر کی زنده و کی مرده. پرخور مختره قبول شکر. کلمه تنه داری ای هوا بهودن دا ببرو اونجا گیر هوش کند.
خب دوستان عزیز از شهر دوشنبه به افتخار پهلوان اومدگیان اکای نصرالله جوانهای امید بخش ما سلطان پهلوان ناحیه پنج از طرف دست چپ من رجب علی شهر باختر در بین هر دی پهلوانا یک گوسپندی جنگی حصاری یک قالینی 3x4 یک الکتروپلیت که است که خیلی حکیم میگه زمستون گرمه که با یک کف گوبه شما خدا اقبال شد. الله اکبر مرحمت. دوستان عزیز فروخ جان 4 تا غلبه نازنین دارد از شهر دوشنبه به نامش عبادالله ناحیه 5 4 تا غلبه گی دارد. حاجی 4 غلبه دارد با افتخار حاجی حاجی یا خالی یا دوستان عزیز در میدان پهلوان امید بخش ما امام علی شتگی است، حاجی جان شتگی است شهر دوشنبه، تیمور جان ناحیه رودکی شتگی است. خب اینجا ابوبکر شتگی است. به احترام ابوبکر یک گوی شوه نه بخیر ببینن مردمک ابوبکر همین گپی ما را بگید بخیر ببینن بخیر 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دولت بگید آکا بگی دولت بگی اینجا حقیقت 17 18 19 20 21 22 استاد 22 مون سیمت بیو سیمت کی بود با اجرات شما یک خانم افسانی کو پیش ندیو که سازم ها لیکن حساب نمی لیکن نخواه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 این های خیره نایتری میشه هاو مینن اکای دولت پهلوان 53 یکم جا کفوری یک گوسپند عرفان ناحیه 5 هردش 51 یک کمپلیت چند 50 یک هدیان
خداوند هم خیر جمال مدرک عجب مبارک باشد. از طرف دستی راست من اکای سبزالی شهر وستانی کلا یک کف کوبی. از طرف دست چپ من تیمور نخیای رودکی. در بین هر دو پهلوانان و همین احسان حضرت جان در این معرکه یک برزگ شاخ برزگال در نمی هرچو خب یک قالی یک کمپلت یک تیفل. خدا اقبال، خدا الله اکبر. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. اما هم دو رودکی اساسگذاری ادبیات کلاسیکی تاجیک یک کف گوبی. برادر عزیز بیا که بیا اینجا ای بچه